از خدا میخوام ورق برگرده. تمام این بچه های مسئولی که با پول این ملت رفتن خارج از کشور یه روزی بیاریمشون اینجا ببندیم. این مردم ما، این سرزمین ما، با کشور ما چیکار کردید؟ با ایران ما چیکار کردید؟ خدا از حق خودش میگذره ولی از حق و ناس نمیگذره. توی فضای مجازی دیدم یه دونه خونه 80 میلیاردی گذاشته واسه رهن. بیاید داریم یه خونه 80 میلیاردی با هم دیگه بدیم. چراغش از کجا روشن میشه؟ چراغ گوشی روشن میکنی، چراغ نداری. چراغ گوشی. بیا چراغا رو روشن کنی. اینجا چراغ نداری؟ اینجا واقعا چراغ نی؟ بزنم این آبو اینجوری میریزی، اونو بزن این آبو اینجوری بریز. اینجوری خنک میشه. آدم فروش میدونی کیه؟ وطن فروش اونیه که داره پول این مردم رو میگیره اختلاس میکنه، بچه‌هاشو میفرسته کانادا و آمریکا. اون وطن فروشه. وطن فروش واسه اون حرومزاده ایه که بهش برمیدارن پست دولتی میدن، پشت میز میشینه اندازه یه گوسفند حالیش نمیشه. بچه‌هامون رفتن سن 18 رد کردن، تلویزیون رو نمیشناسن، برق نمیشناسن، من خواهش دارم، مدرسه رو نمیشناسن. من خواه گوش توی جوانه پیر شدن. ما تو رو به آبروی زهرا، تو رو به قرآن، تو رو به اون پرچم مقدسی که میپرستید، به اون شیر و خورشیدی که میپرستید، این کلیپ رو دست به دست کنید، برسه دست 4 نفر بتونن به اینا کمک کنن. این بدترین روستایی بود که اومدم دیدم. این مردم ایران با این همه سرمایه، با این همه معادن، با این همه نفت سزاوار اینجوری زندگی کردن نیستن. ما عمرمون رفت، ما باز میگیم ما دیدیم. اینا چی کار کنن؟ روستای 75 از توابع جاز موریان. جانم دارم معرفی میکنم واسه اونایی که میگن اینجا کجاست رفتی. به افتخار همه مردم که این کلیپ رو استوری میکنن، که همه دنیا ببینن، ایران ببینه، کمک به همه روستاهای اینجا بشه، دست قشنگ بزنید.